با اشتراک نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بخشیده به روز پرچم دولتی همایش ایدانه برگزار شد. در آغاز چرابینی که تحت عنوان پرچم دولتی رمزی صاحب استقلالی و وحدت ملی جریان گرفت، رهبریت دانشگاه اهل طلار را به مناسبت روز پرچم دولتی تبریک و تهنیت گفته ذکر داشتند که تجلیل انسان احترام به روح قهرمانان ملت است که در طول تاریخ برای نام و ننگ و مرز و بوم خلق تاجیک جان نثاری ها نموده زبان، فرهنگ و حق دولتداری این ملت کهن بنیاد را تا به زمان ما رسانیدند. حالا این رمز مقدس ملی خرد و بزرگ را به زحمت اهلانه، سازندگی و آبادکاری، تحکیم اقتدار دولت و بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی راهنمایی میکند. ضمن ارائه معروضه ها اشتراکیان جمعآمد جشنی دایر به اهمیت پرچم و تاریخ پرچمداری ملت تاجیک معروضه ها پیشنهاد نموده ابراز داشتند که روز پرچم دولتی از جمله سنه‌های برای ملت تاجیک مقدس میباشد، زیرا تاجیکان از جمله کمترین خلقیت‌های میباشند که از قدیم دارای لوا بودند. آن یکی از رکن‌های مهم دولتداری به شمار رفته معرفی‌گر فرهنگ و تاریخ و استقلالیت دولتی میباشد. این رمز مهم دولتداری تاجیکستانی صاحب استقلال 24 نوامبر سال 1992 تأسیس شده. با گذشت سالها قدر و منزلت آن همچون جزء مهم ارزش‌های ملی بالا می‌رود. همین است که شروع از سال 2009 این جانب در سراسر تاجیکستان روز پرچم دولتی با تنتنه خاصه تجلیل می شود.